سلام، من نسا هستم. خوش اومدین به یه ولاگ دیگه با من. امروز میخوام براتون یه صبحانه آموزش بدم که مواد اولیه‌اش هم مواد نون پنیر هست، فقط شکل ظاهریش متفاوته. این صبحانه با نون لواش خشک و پنیر و گردو و کره و البته گردو اگه تو خونه موجود باشه درست میشه که من اینجا نداشتم. اول اونای لواش رو کاملا خرد میکنیم و بعد کمی پنیر و چند قاشق آب بهش اضافه میکنیم و شروع میکنیم به ورز دادن تا بافت خمیری شکلی به خودش بگیره. میزان پنیر و کره به سلیقه شما بستگی داره. اینجا یه مقدار کره رو با تورتا روی شعله گاز آب میکنیم. توی تبریز وقتی کره حیوانی رو روی اجاق آب میکنن تا ازش روغن بگیرن، تهمونده ای ازش میمونه که بهش میگن تورتا و بسیار خوش‌طعم هستش. بعد از ورز دادن مواد اولیه، پنیرش اگه کم باشه بهش اضافه میکنیم و کره و تورتای آب شده رو هم روش میریزیم و مجددا ورزش میدیم و در نهایت به شکل گلوله هایی درش میاریم که حالا به اندازه این گلوله ها به خودتون بستگی داره. و در نهایت موادش رو چک میکنیم اگه کم و کسری داشته باشه و صبحانه آماده است. نوش جان.